بحث منطقه حتی بحث فرد در این دیگه ما به افراد در نهایت میرسیم از منطقه و سمت و ولایت امثال دیگه خلاص میشه و این فردگرایی ما را از تبدیل شدن به قدرت اجتماعی باز می‌دارد و این قطعاً ممکن نیست و این یک چالش است و چالش جدی است و چالش سوم بحث جامعه سیاست Honorable distinguished guests, I'll take from the version range. روز شما بخیر. تشکر بسیار زیاد از قدردانی شما. بیشتر از اینکه دفعه دیگه خود رو میخوایم یاد شهدای در افغانستان در قربانیان جنگ در افغانستان گرامی داریم. کسایی که به خاطر آزادی مردم افغانستان سرشان در جانشان عزیز کردند. یادشان گرامی باشند و راهشان پر در راه. همچنان I would like to send my deepest solidarity and condolences to the victims of the recent terrorist attack in Australia. It is sad to see how people try to take revenge. And that's why I'm always calling on people to not to take revenge. Revenge is not justice. And we have to stand and fight for justice, and access to justice is a basic human right. Not to promote revenge in any way, in any means. ثانیاً از کسایی که زمینه رو مساعد ساختن و زحمت کشیدن، چی از نگاه مالی، چی از نگاه فیزیکی، چی از نگاه معنوی کمک کردن که یک افزوی شما باشد. بسیار زیاد تشکر میکنم و نتبرهاشان هستم. میخوایم ایران یادآوری بکنم که تمام تعریف‌هایی که میکنیم شاید مملکتش نداشته باشه و هدفم این نبوده که من امروز آدم کلانچه و مردم از من تقدیر کنم. هدف فقط به اون زمان که من شروع کردم بسیار جوان بودم که میخواستم کمک کنم و برای آزادی در افغانستان و برای عدالت در افغانستان. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما همه در افغانستان مشکل ما از کجا شروع میشه؟ مشکل ما اساساً در افغانستان به خاطر برترطلبی شروع میشه. یک تعداد از مردم حال نمیشه بلند نسبت به خلق بوده، یک تعداد از مردم میتونن که بالاتر از دیگران باشن و کنترل مردم در دست داشته باشه و قدرت در دست داشته باشه و این در خانواده و در بیرون از خانواده اینجا را خلق. ما اگر در خانواده همیشه تلاش بکنیم که بچه‌ها را بسیار حق لذت بدهیم و دختران همیشه بگوییم که دخترم سر کفارم پرتیسته بود دست نشنود و یا بگوییم که دختر اگر درس رو بخونه که میره مال راجع میشه. ما از خانه مناظره شده میکنیم، از خانه جنگ شده میکنیم، از خانه تبعیض شده میکنیم. اینمی تبعیض در سرک میره، در مکتب میره، در جامعه میره و باعث جنگ و مناظره و تداول جنجال در افغانستان میشه. شده و در کشورها غیر در بستانها در افغانستان است. مسئله دومه که متاسفانه ملک ما را یا ملت ما را و خطرها میبرن و مجبور میکنن اینجا کسایی است که واقعا خطر پذیرفتن از طریق کشتی آمدن و این کار آسان نیست. کار آسان به دلیل نیست که من به عنوان یک کس خودم به جا شدیم از افغانستان وقتی به پاکستان میادم این نمیفهمیدیم که کجا میدیم
شد یا ممکن بود که وارد شود بنا نمی‌کنید کسایی که رزق گرفتن و کشتی آمدن در اینجا چقدر خطر قبول کردن چقدر رزق گرفتن و امور حق ده‌ها یا صدها هموطن مشمول این را گم شد هیچ کس نمی‌تواند در کجا شد ما این رو هر روز هم بشنویم هر جای کشتی‌های مهاجرین متاسفانه غرق میشه و غیر شهر و این نتیجه نمی برتری طلبی در داخل جامعه ما شماست و نتیجه عدم توجه و سیستم تعلیم تربیت است. مسئله دوم وقتی زمانی که جامعه را بحران میکشونه و خرابی میبره خراب کردن سیستم تعلیم تربیت است. شما اگر خواسته باشید که یک جامعه را یک ملت یک کشور را به طرف بحران ببرید به طرف نابودی ببرید اولش تبعیض است در خانواده شروع میشه یا در جامعه شروع میشه دومش از بین بردن و خراب کردن سیستم تعلیم تربیت است. چیزی که ما در افغانستان شاهدش هستیم متاسفانه در این 50 سال اخیر دوستای عزیز من از نسل پیشتر هستم افغانستان 50 سال پیش افغانستان امروز نبوده ما این نوع تبعیض و این نوع ظلم شاهدش نبودیم بعد مکتب که بچه ها خانه مشترک درسمان رفته در هلمند شما می‌فهمید که افغانستان یک کشور غریب بود ولی در مسیر درست می‌رفت اگر ما مواجه با جنگ و مداخله کشورهای بیگانه نمی‌شدیم. نقطه سوم که می‌خوایم یادآوری بکنیم باعث یک خرابی در یک ملت میشه و باعث نابودی یک ملت میشه عدم اعتماد و برابری و حقوق بشر است. یعنی ارزش‌های حقوق بشری مربوط یک قوم یا یک ملت یا یک جنس نیست. هر کدام ما باید احترام به حقوق بشر داشته باشیم و تمرین بکنیم از خانواده خود شروع کنیم از شخص خود شروع کنیم. ما مدنیت نباید که یا دموکراسی رو در خانه همسایه خود تمرین بکنیم از خانه خود باید شروع کنیم. و من توقعی می است که هموطنهای ما که در استرالیا آمدن یا در بیرون از افغانستان هستند چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان وسیله‌ای که ما از جنگ و منازعه بیرون میکنن و طرف یک کشور آباد و که مردمش با کرامت زندگی کنن بدون ترس زندگی کنن ارزش‌های حقوق بشری است. ارزش‌های حقوق بشری تنها نباید در ژنو و در نیویورک و در مثلا در حالای مثل اینجا یا در پارلمان‌های اینجا یا کشورهای پیشرفته بحث شود در خانواده ما بحث شود و این از خانواده خود شروع کنیم. بنان ما آرزوی می است توقعی شمایی است که دوستای عزیز وقتی که در جامعه از کشور خود مجبور شده آمدیم هیچ کسی برای میله کردن آمده اینجا همگی ما از مجبوری داریم با وجود امون فقر با وجود امون خرابی امون وطن با وجود امون خاکبازش وطن ما بوده اما مجبور شدیم آمدیم حال که آمدیم باید از امکاناتی که در دسترس ما استفاده بکنیم. اینجا سخنران‌های قبلی بسیار به این بحث کردن من میخوام تکرار بکنم اما میخوام یادآوری بکنم که ما باید در جامعه یک توسعه جمع‌داشتن نباشیم این در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان ما جزء جامعه بشری هستیم از دیگران برتر نیستیم و از دیگران کمتر هم نیستیم این همون شعار ما باشه ما نمیخواهیم برتر از دیگران باشیم و نمیخواهیم کمتر از دیگران باشیم به اون خاطر است که ما باید برای برابری مبارزه کنیم وقتی که در افغانستان متاسفانه زبان همی است که ما اقوام برادر من میگم که برادر کلام در خانواده